بعضی وقتا یه چیزای آدم تو زندگیش میبینه اصلا پارادایم میزنه. این کلیپه رو من دیدم اصلا ریختم به هم. ببین چند بار تو زندگی تا حالا پیش اومده که خواستی یه هدفی رو بزنی، حرکت کردی، یهو همه چی ترکیده، من دوباره از نو شروع کردی، دوباره حرکت کردی، مسیرتو تغییر دادی، اما باز دوباره همه چیز ریخته به هم. به این بچه خرسه نگاه کن، ببین چه شکلی داره میره بالا، مسیرش عوض میکنه، میره این ور میره اون ور، حرکت میکنه، اما درست اون جایی که باید همه چیز تموم بشه یهو ببین همه چیز براش صفر میشه و میترکه. خدا وکیلی خیلی از ما این شکلی شدیم، خیلی از ما لحظه‌ای که بعد همه چیز تموم شه سقوط کردیم، اومدیم پایین، بعد همه شروع کردن مسخره کردن، تیک انداختن، گفتن دیدی نشد، دیدی بهت گفتیم فایده نداره، از اول ما میدونستیم. اما نگاه کن این بچه